دنیا دنیای ناگواریه. وقتی از همه طرف داره اندوه و رنج میباره، اگه من غمگین بشم، اگه من مایوس بشم، اگه خونه نشین بشم، اگر سخنی نگویم، که تن دادم به شرایط، همون چیزی میشه که خواستند. یه کاری کنیم که فکر کنن چیزی نشد که خواستن. اون وقت هم ما از درون احساس موفقیت میکنیم، هم اونها احساس شکست. وقتی سر نخ اندوهان خودمون رو میدونیم و زورمون نمیرسه که این اندوه رو محو کنیم و چش تو چش کسی که ما رو غمگین کرده میدوزیم، بهترین راه مبارزه لبخند زدن و اظهار شادیه. بذار بمیره از قصه وقتی میبینه که هر کار کرد شما نشکستید. میخندید و شادی.